السلطان. تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي. يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا، والبدر اللي ضوى ليالينا ومن هرر جايين. يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا، والبدر اللي ضوى ليالينا ومن هرر جايين. جمعي مضويين، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. هنيت نسيت الأحزان يلي جواي، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. هنيت نسيت الأحزان يلي جواي. والحلبي على راسي هوي، بفضله كبرت هالدعوي. والحلبي على راسي هوي، بفضله كبرت هالدعوي. وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاية. والحلبي على راسي هوي، بفضله كبرت هالدعوي. والحلبي على راسي هوي، بفضله كبرت هالدعوي. وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاية. جمعي مضويين، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. هنيت نسيت الأحزان يلي جواي، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. هنيت نسيت الأحزان يلي جواي. جمعي مضويين. الله السلام عليكم خواهران اپاهای عزیز. دین شب دین روز ساعتی 10 کم 10 کار بامدم. روزانه تا ساعتی 10 کار کردم سمینم. راستی که من مونده شده که نه خودم روی مونده ایست نمیکنم. امروز هوا گرم، کمتر خواب میرم. خانه رفتم. همین خیلی این یک موتیواسیه. شما هم هیچ رو افتاده نشویتون. اگر یکان کارتون معقول نباشد حتما با خواست خدا نصیب باشد جایی با بهترش یافت میشه. خیلی که روزها میگویند что не делается, все к лучшему میگویند. در حقیقت این راست است. خدا خود با کاری ناز می‌یابند. معاشی بلند. بیاد هوا گرم. باز انشاءالله نصیب باشد ولاگ میکنم. در باره بسیار موضوعها گفته میگذارم. این برای اون نفرانی که اولی مرتبه در روسیه یگان شناس ندارند. حالا قیامتم خانه. خیر تا ولاگ آینده. خدا مدد.
السلام علیکم خواهران و آقاهای عزیز. امروز 17 август است. چخیلی که همه شما میدانید در تاجیکستان علاقه مکتب سر شد. امروز زنگ اول بود. سرچه من به صنف دویم رفت و سال گذشته من همونجا بودم. خودم به صنف یک برده بودم. همین سال نتوانستم با یک چند سبب و امروز روزی درست خیلی کار کردم. خودم نمیدونم کار به دلم به هیچی نگونجه درستی که فقط فکر و خیالم در بچه‌م بود و خلاص. کاش همین روز در نزدش می شدم. بچه‌م خودم از دستش گرام خپیده خودم مکتب می بردم بود. ممکن بسیاری شمایانم اباها و خواهران حداقل مثل من باشتن. فرزنداتان دور از خداتان. نمیدونم دلم به هیچی نگنجد. الهی هیچ یکان پدر و مادر و فرزند از یکدیگر جدا نکند. خصوص مادرای پدرها که میتونن به فرزندشان، مادران باشن نمیتونن. زیاد شدم همین روز. تیستر همون روز بیاد و بچه هم نزد خودم بیارم گرفتن. روزهای آخر اشکای من نگاه داشته نمیتونم. الحمدلله.